ممنونم. شما؟ من یه سوال در 4-5 ساعت آقای جشنواری نکته‌ای رو گفتن قبلا این که به فرهنگ تبدیل بشه. آقای سلامتیان هم گفتن که ما باید تلاش بکنیم که در واقع از صندوق استفاده کنیم. آقای دکتر بروجردی هم اشاره کردن به طور سیستماتیک که در چه زمانهایی از این صندوق‌ها اضافه شد. حالا سوال من این هست که اگر بعد از مشروطه در نظر بگیرید که تفکر در جستجوی آزادی به ذهن مردم ایران پذیرفته شده، چیکار باید کرد که قدرت مسلط زمانه از اون سوء استفاده نکنه و در واقع به فرهنگ تبدیل بشه؟ یعنی صندوق رای به یک نوع فرهنگ تبدیل بشه، نه اینکه فقط در هر ایامی قدرت مسلط زمانه بیاد از اون استفاده ابزاری بکنه در هر ایام ساعت زمان. این سوال من است که در واقع چیکار باید کرد که به فرهنگ تبدیل بشه؟ آقای فرزین یا آقای سلامتیان یا آقای بروجردی دوستان جواب میدن. آقای سلامتیان سوالو شنیدین؟ چه کار باید کرد که رفتن جلوی صندوق رای تبدیل به یک فرهنگ بشه؟ بله ببینید تصادفاً سوال بسیار بسیار مهم و خوب است. در جامعه دموکراتیک رای دادن و مشارکت در انتخابات علیرغم بحرانی که الان داره و خیلی جاها میگیم انتخابات مشارکت درش کم شده، امری است به وجوب نفس کشیدن. یعنی شرط زنده بودن سیاسی عبارت از انجام دادن فعالیت‌های انتخاباتی مختلفه. زنده بودن سیاسی در صحنه سیاسی، نه در صحنه تأثیر گذاردن فرعی کمکی در سیاست. متاسفانه در جامعه ما این نیست. ببینید من این رو تبریک میگم به این گروهی که به عنوان انتخابات 94 الان این جلسه رو تشکیل داده. تقریبا 1 سال اگر اشتباه نکنم این دوستان با من تماس گرفتن، فعالیت ممتد کردیم با هم دیگه، سایتی درست شده. گوش بدین مسائل انتخابات رو. اگر من دقت بخوام بکنم میتونم بگم در ظرف 1 سال گذشته شاید تقریبا 25 تا 30% وقتی که من برای توجه به مسائل اجتماعی میگذارم دغدغه شناختن انتخابات، بحث کردن راجعش، موضوعاتشو بررسی کردن. تا همین جلسه امروز گوشه لندن و پاریس هم نشستیم در انتخاباتی که در اون انتخابات خودمون حق شرکت نداریم چون نماینده ایرانیان خارج از کشور که نیست که. این نشون دهنده یک دغدغه و حضور روزمره متفاوته. این مسئله است که باید در داخل ایران هم بشه. اجازه بدید بگم از شخصیت‌های سیاسی قدیم ایران کسی رو که من شناختم که این دغدغه رو دائم داشت آدمی بود به اسم اللهیار صالح و در دوران جدید آدمی به اسم محمد خاتمی. رأی دماوندش یادتونه، یعنی این که بلند که میشه صبح تا از کانت میگفت روزنامه خواندن نماز انسان مدرنه. من میگم فکر انتخابات و رأی و ائتلاف انتخاباتی ساختن و در وحدت انتخاباتی شرکت کردن، نه به امید این که فردا صبح با یک رأی همه چیز عوض بشه، نماز واجب هر فعال جامعه دموکراتیک مدرن باید باشه. ممنونم. از پنل آقای برزین. سوال خیلی سوال مهمیه و سوالی که کمتر بهش پرداخته میشه. ببینید شما این 100 سال اخیر رو نگاه کنید، میزان رشد اجتماعی در ایران از زمان مشروطه دارند، میزان چه تعداد مدرسه در اول قرن 20 در ایران بود به تعداد انگشتان دست اگر قبل از مشروطه که کمتر است. رشد شهرنشینی، میزان مصرف، اصلا میزان مصرف یک ایرانی امروز با 100 سال پیش قابل مقایسه است. تو خونه‌های گلی زندگی می‌کردن مردم، آب نداشتن، نون نداشتن. نکته که خدمتتون میگم ما رشد سریع اجتماعی، اقتصادی، شهرنشینی، تکنولوژیکی داشتیم، اما رشد سیاسی ما فوق‌العاده عقب مانده است. یعنی در مقایسه با مصرفی که ما کردیم، آیا ما به میزان تحولات اجتماعی دوره مشروطه پیشرفت کردیم در این سر 10 سال؟ میزان مصرف ایرانی کالریش در اول قرن چقدر بوده، الان چقدره؟ میزان فرهنگ و شعور و فعالیت سیاسی چقدر بوده، الان چقدره؟ ما گرفتار یک بیماری مزمن عقب ماندگی سیاسی هستیم و این عقب ماندگی سیاسی عمدتاً در فرهنگ ماست
یک عادت تنبلی وجود داره در میان ما، حداقل من خودش که گرفتار این مسئله بودم سالها، که ما همه مسئولیت رو میذاریم رو دوش حکومت. آقا خامنه‌ای، آقا شاه، آقا هویدا بود که فلان. آقا ملت مسئوله، 70 میلیون مردم مسئولن. اراده ملت، شما اراده اگر 70 میلیون ملت اراده بکنن که دموکراسی داشته باشن، شما فکر میکنید فلان مثلا شخص میتونه جلوش وایسه؟ این توده، این فرهنگ توده مردمه که باید ارتقا پیدا بکنه. این رشد فرهنگ اجتماعی که باید ما به دنبالش باشیم. این ملت پرستی که آقا هرچی ملت گفت درسته، کجا هرچی ملت گفت درسته؟ هرچی توده گفت درسته، به نام خدا و به نام خلق رو معمول نمیدونم معلم و کاسب و مدیر مرسل بذارید در مقام خدا. آقا چنین چیزی حکم عقله؟ نه، ما باید ببینیم که عقب ماندگی فرهنگی ما چه میذاره و مسئولیتش هم با الیت سیاسی، با نخبگان سیاسی، با افراد تحصیل کرده و با سواد سیاسی که بتونن این توده رو وارد پروسه سیاسی بکنن و بهش امید بدن و بهش یاد بدن و واقع بینانه آرمانهاشو پیش ببرن که بشه از این مملکت یک مملکت آباد ساخت. من فکر میکنم مسئولیت ملته، نه حکومت. ممنونم. اون پشت. بله بفرمایید. من دو تا نکته در رابطه با سخنرانی که شد داشتم بگم. یک اظهار نظر می‌خواستم بکنم در مورد مسئله زنان و اول انقلاب. ما در سازمان چریک‌های برای خلق بودیم و من هم نقش موثری در اون سازمان داشتم. در اولین انتخاباتی که شد، جهت اطلاع دوستان عرض می‌کنم که ما نامزد زن داشتیم و اون نامزد زن هم در تلویزیون حاضر شد و اجازه پیدا کرد از تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت بکنه و بیشترین آرا غیر قابل انتظار نصیب خودش. ما 188,000 رأی در تهران به نام رقیه دانشگری به صندوق شد. نفر دوم که زن بود که مرد بود زیر 100,000 و این یه چیز عجیبی بود برای همه. ولی در اون انتخابات نامزدهای زن دیگه اون مقدار رأی نیاورد. بنابراین حساسیت جامعه بسته به اینکه چه قشرهایی حامیان شما هستن فرق میکنه نسبت به مسئله زن. همونجوری که دوستان گفتن من موافقم در اقشار پایینی و کم درآمدتر توجه به زن و قدرت زن اساساً کمتره. یه نکته دیگه در رابطه با همون انتخابات ما صحبت شد 50% حق شرکت داشتن در انتخابات، یعنی در مجلس اول. ما اگر داریم تو جزئیات می‌بینیم که در شهر تهران بالاترین رکورد حق میزان مشارکت در تهران هست، حدود 90 است. در حالی که در دهات و شهرهای کوچک بین 30 تا 35% است. متوسطش میشه 50%. و این یعنی که انقلاب و کنترلش دست شهرهای بزرگ و به خصوص تهران. اما یک اظهار نظرم بکنم اگر اجازه بدید. و اون درباره در این جلسه صحبت شد درباره اینکه جامعه مدنی و مردم، آقای برزگر و آقای بروجردی و آقای سلامتیان، جامعه مدنی خودمختار، اینا صحبت کردن راجع به مردم. من خواستم یک نکته رو راجع به حکومت همون جوری که مهرزاد آقای بروجردی نشون داد در نمودارهای خودش، در مقطع بین مجلس پنجم تا انتخابات خاتمی 76 یک تغییر شگفت‌انگیز میکنه و اون این که نرخ مشارکت یهو میره بالا در انتخابات ریاست جمهوری. و اگر نگاه بکنید میبینید اون مقطعی است که دیگر حاکمان نمیتوانند اختلافات خود رو در پشت درهای بسته با همدیگه حل بکنن. مجبور میشن، روی این کلمه مجبور هم صد خط میکشن، مجبور میشن به صندوق رأی مراجعه کنن، یعنی باید تعظیم بکنن. اگر نکنن
اگر نکنن حاصلش درگیری‌های خشونت‌آمیز